پرسپولیس سردار اثر گذاشت، ارسال فرجی، یک ضربه است یاران پرسپولیس و توی دروازه گل مساوی برای تیم پرسپولیس. علی پور حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. محبی رو پیدا میکنه. ارسالی روی دروازه لیموچی، موقعیت و گل برای سپاهان. ضربه غیر قابل بهار مهدی لیموچی برای باز کردن عمق خط دفاعی سپاهان. کم کم دارن جلو میان، یه ضربه از راه دور و گل برای پرسپولیس. چه گلی زد محمد خدابندلو و این بار پرسپولیسه که به بازی بر میگرده. ضربه کرنر رو میفرستن روی دروازه، یک ضربه سر و گل برای سپاهان. دروازه پرسپولیس رو کی باز کرد؟ محمد امین حزبابی. شادی به نقش جهان و نیمکت تیم